قبل اینکه پول بی زبون رو واسه یه یونیت ترموکینگ بدی دست یه آدم زبوندار، یه چیز خیلی مهم رو باید چک کنی و خیلی ها یادشون میره. ساعت کارکرد یونیت، یعنی اینکه بدونی موتور چقدر کار کرده، درست مثل کیلومتر ماشین. برای چک کردن ساعت کارکرد یونیت ابتدا باید وارد منوی دستگاه بشی. بذار بهت نشون بدم. وقتی دستگاه بالا اومد دکمه منو رو فشار میدیم، سپس با فشردن دکمه نکس به گزینه آور میترز میرسیم. اینجا با فشردن دکمه سلکت وارد گزینه توتال آورز، یعنی مجموع کل کارکرد یونیت روی سه‌فاز و دیزل میرسیم. وقتی یه بار دیگه دکمه نکس رو فشار بدیم، کارکرد یونیت روی حالت دیزل رو به صورت جداگانه برای شما نشون میده. اگه میخوای بهت بگم دیگه چه چیزایی رو قبل خرید ترموکینگ باید بررسی کنی، برام کامنت بذار و این ویدیو رو ذخیره کن.